تا حالا به اسم ماشینای مرسدس بنز دقت کردی؟ حالا اینا یعنی چی؟ امروز همه اینا رو با هم رمزگشایی می‌کنیم. اول از همه حرف اول ماشینه که نشون میده ماشین تو چه کلاسی قرار داره. کلاس A کوچیک‌ترین و اقتصادی‌ترین نشونه. کلاس C سدان‌های کامپکته. کلاس E هم نیمه لوکس محسوب میشه. حالا کلاس S که دیگه لاکچریه به تمام معنا. هرچند که اولش با G شروع بشه، شاسی بلنده. حالا میریم سراغ عددا. تا چند سال پیش عدد نشون دهنده حجم موتور بود، ولی تو چند سال اخیر که ماشین‌های برقی و موتورهای برقی وارد بازار شدن دیگه اینجوری نیست. برای مثال CD200 یعنی موتور 2 لیتری داشت و E500 یعنی موتور 5 لیتری داشت، ولی الان نشون دهنده قدرت ماشینه. حالا دیگه به حجم موتور ربطی نداره. 3 تا حروف آخر داریم، یکی AMG، یکی D، یکی E. اگه AMG باشه نسخه اسپورت و تیون شده توسط AMG، اگه D باشه یعنی دیزلیه، اگرم E باشه که یا برقی یا هیبرید. حالا تو هر چیزی که لازمه برای اینکه یه مرسدس بنز رو بشناسی بلدی. اگه دوست داری راجع به برند دیگه هم بدونی برام کامنت کن، لایک و فالو هم یادت نره.